ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتاری 45. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. گریه دختر کمتر شد و پیدا شدن کمتر آرامی را در وی حس نمودم، اما به پرسش های من جواب نمی داد و همچنان در زیر بار غم سرش را به زمین خم کرده می نشست. من دوباره به سخن در آمدم. ای معصومه پاک دامنی من، اگر خرسندی تو با نیست شدنی من میسر می شده باشد، من تیارم که در حال خود را هلاک نموده نیست کنم. هیچ نباشد همین حالی حاضر سرم را گرفته از این جاها غایب می شوم، به طرزی که بعد از این هیچ کس نام و نشانی مرا از این جاها نیابد و اگر مرده خاک شوم گرد من به دامان پاکی تو ننشیند. من خاموش مانده تأثیر این سخنان خود را به او ملاحظه نمودم. او خود را از گریه باز داشته بود، اما سرخم کنان در اندیشه فرو رفته با سرانگشتانی چیلان مانند خود بر روی ریگ سرخ خط می کشید. من سخنی خود را دوام دادم. آخر من تو را دوست می دارم. برای تو بر ضرری خود به برداشتنی هر گونه عذاب و عقوبت ها تیارم و هر نوع بلا، قضا، اندوه و الم که از عشق تو و از طرف تو به سرم آید منت دارانه می بردارم. اما به اندوهگین شدنی تو، به دلگیر گردیدنی تو، خصوصاً که این اندوه و دلگیری به سبب من پیدا شده باشد، طاقت ندارم. من باز خاموش ماندم و چشمان خود را به امیدی جواب به او دوخته ایستادم. دختری با تمکین بعد از فرصتی بی آنکه سرش را راست کند و به طرف من نگرد به سخن در آمد. این خفگی، غمگینی و گریه من از شما و به سبب حرکت گستاخانه شما نیست، گفت او و علاوه کرد. البته حرکتی گستاخانه شما نفارید و خود را از دست شما رهانیدم، اما آن گونه حرکتی که خلاص شدن از وی در دست خودم باشد و من اقتدار داشته باشم که در هر گونه مورد خودداری کرده توانم، آن گونه حرکت ها چرا سبب اندوه من شوند؟ اگر حرکتی گستاخانه شما به گریه من سبب می شد هم، من شما را در آن حرکت عیبدار نمی کردم و به عیبدار کردن حق هم نداشتم، چون که شما را تا به این اندازه خودم دلیر کرده بودم
سببی حقیقتی اندوه و علم و گریه و غمی من بخت سیاهی من است که مرا به همین درجه بی باک و بی ایبا کرده است و در شرایطی که شریعت و ملاها حتی آوازی زن و دختر را نامحرم می شمارند، من شبانه با یک مردی بیگانه در خلوت با روی گشاده صحبت می نمایم. دختر قدری خاموش مانده در اندیشه فرو رفت و بعد از ثانیه‌ای یک بار سرش را بلند کرده و به من چشم دوخته ایستاده پرسید: شما مرا چند ساله تخمین می کنید؟ من به این پرسش او به زودی جواب ندادم. من او را 21-22 ساله تخمین می کردم، اما از بس که زنان و دختران کلان سال شدن را و کلان سال گفتن را بد می بینند، من در اظهار تخمین حقیقی خود اندیشمند ماندم و برای خرسند نمودن او خردسالتر نشان دادن او را لازم دانسته من تو را 17 یا 18 ساله تخمین می کنم گفتم. او نیمخندی کرده: شما مرا با گپ دروغ خرسند کردن می خواهید گفت و علاوه کرد: من در حقیقت 28 سالم را پر کردم. در گفتن این سخن آن شکفتگی که در روی وی به سبب تخمینی بر دروغی من پیدا شده بود برهم خورد و ابزای او را دوباره پرده سیاهی اندوه و علم پیچانده گرفت و بعد از لحظه خاموش ماندن دوام نمود: من 28 سالم، اما هنوز دختر می باشم. بخت سیاهی من اساساً همین است، اما سببی به این بخت سیاه گرفتار شده ماندنی من دور و دراز است. اگر شما به شنیدن درد و علم جانگداز طاقت داشته باشید، من به نقل سرگذشتی سیاه بختی خود تیارم. به جان منت دارم و همه تن گوش گردیده می شنوم گفتم من در جواب آن دختری ناکام. سرگذشتی سراسر درد و علمی دختری ناکام. من از مادر 18 ساله ماندم. گویان گپ سر کرد دختری ناکام. من در خاندان پدر و مادرم فرزندی یگانه می باشم. مادرم خط و سواد داشت. مرا خود خواننده خط و سوادناک کرد. از غیر این پخت و پز و درز و دوز بر این همه هنرها را که در خانه‌داری یک دختر لازم باشد به من یاد داد. بعد از 16 ساله شدنم او می‌خواست مرا به شوهر داده توی و تماشا کند و به این واسطه آرزو و هوس یگانه خود را که درباره فرزند یگانه‌اش دارد شکند. او در انتظار یگان جوانی داماد شونده 2 سال آخری عمر خود را گذرانید، اما داماد شونده نبرآمد. دخترک در این جای سخنش از من پرسید: آیا می دانید که سبب این چیست؟ نه، نمی دانم. و از کجا می دانستم؟ گفتم من در جواب.
البته شما نمی دانید و دانستنتان هم ممکن نبود. گویان دختر جوابی مرا تصدیق نمود و خود به جوابی پرسش خود دوام کرد. خواجگان و از این جمله خواجگان خواجه اوبانی دخترهایشان را به زنی به غیر از هم نژادان خود به کسی دیگر نمی دهند. اما از خویشاوندان جوانی یافت نشد که به من کس ماند. انا به همین سبب مادری مهربانم آرزوهای خود را به خاک برد. بعد از آشی سال مادرم پدرم زنی دیگر گرفت. گویان دختری علم دیده مصیبت نامه خود را دوام داد. من در وفات مادری پرشفقتم چقدر سوخته باشم هم مصیبتی حقیقی طاقت ناپذیر بعد از زنی نو گرفتنی پدرم به سرم آمد. گریه گلوی دختر را گرفته خاموش ماند. اما او سرش را بلند کرده بعد از یک دمی سردی دراز کشیده راهی شوش و گلویش را باز کردن باز سخنش را دوام داد. مصیبت سخت و جانگداز بود. در آن وقت در خاندان پدرم 2 خدمتگار زن بود. اما مادری اوگای همه کارهای سخت و چرکین خانه را به من می فرمود. من خانه می رفتم، من روی حولی می رفتم و من حتی جاهای ناگفتنی را که روزی 2 بار رفتنی آن جاها لازم است تازه می کردم. خدمتگار زنان تنها به آشپزی و نانپزی مشغول می شدند. جامه‌شویی را باشد من با آنها همراه می کردم. در طعام باشد خوراک‌های بدترین و دلناکشترین را به من می داد و بعضا سرخوتی خدمتگاران که آنها هم آنقدر چیزی با مزه نمی خوردند نصیبی من می شد. اگر دید که من از کارها فارغ شده در گوشه نشسته کتاب خوانده ایستاده‌ام، بعد از آن که مرا دختری کتابخوان ویران و کاتباز می شود گویان حقارت می کرد، محض برای دور کردن من از کتابخوانی یک کار یافته به من می فرمود. به بالای اینها من شبانه از پسی در می شنیدم که به پدرم از من شکایت کرده دخترتان غزلهای بی شرمی را بسیار می خواند. او ویران می شود. سرابش را گیرید. او را نگذارید که کتاب خواند و زود به شوهر داده از من دور کنید که من به دیدن یک دختری سبک پا طاقت ندارم می گفت. پدرم از خویشاوندانش داماد شونده یافت نشدنش را سببی کشاده نشدنی بخت من نشان داده به او عذر می گفت. دختر بعد از خاموش ماندنی کوتاهی باز دوام کرد. من هم می خواستم که اگر مردی 70 ساله باشد هم مرا زودتر به شوهر دهند تا اینکه از شکنجه این مادری اوگی جوانی نابکار خلاص شوم. اما الهی ذات و ذریتی این خواجگان خشکیده رود، از اینها یگان داماد شونده‌ای یافت نمی شد. نمیدانم اینها چی بلا دارند که در اولادشان از پسر دیده دختر زیاد است. پسرانشان باشند و بالای این که از خویشاوندان خودشان زن میگیرند، دخترانی مرید و مخلصهاشان را هم که نظرگویان در قطار گاو و گوسفندانی نظری آورده می شوند هم خوابه خود می کنند. در این شرایط به منی سیاه بخت
که در یک بیابانی ریگزار نشستم، از خویشان خود شوهر از کجا یافت میشد؟ با شنیدن قصه های پردرد این دختری سیاه بخت، محبتی با رحم آمیختم نسبت به او چی اندازه‌ای که زیاد شود، نسبت به مادری اوگهی بدکردار همان قدر هم آتش غضبم بالا می گرفت. من در دل خود می گفتم دست یابم که آن ظالم را بسته سرنگون به چاه مزار اندازم و از شدت غضب سخن آن دختری مظلومه را بریده از او پرسیدم حالا آن مادری اوگیت هست؟ نه، گفت او در جواب و دوام کرد. بعد از 4 سالی با پدرم زندگانی کردن، با بیماری حصبه سیپنایتیف وفات کرد. بعد از 5 ماهی وفات او پدرم باز زنی دیگر گرفت، اما این زن از اولی هم بدتر برآمد. او در کار فرمودنی من در کارهای پست، در خوراک و در منع کردن از کتابخوانی و در حقارت کردنی من با ویرانی از مادری اوگهی پیشتره ام بدتر و سختتر به من معامله می کرد. به بالای اینها اون نه تنها از بازار کرتواری آورده به من دادنی پدرم را منع می کرد، حتی برای فایده بردنی من از لباسهای مادری محرومه ام راه نمی داد. میراثی زن از آنی زن می شود، نه از آنی دختر. گویان پوشاکی هایی از مادرم مانده را در صندوقش انداخته قلف زده ماند و برای من پوشاکی های مردشویی کهنه را نمیدانم از کجا آورده مرا به پوشیدن آن چیزهای دلناکش مجبور می کرد و حال آنکه در زمانی مادری اوگهی اولیم از لباسهای مادرم فایده می بردم. دخترک به کرته سفیدی پیش کشادی زنانه خود اشاره کرده علاوه نمود انا همین کرته از آنی مادری مرحومه هم می باشد. این ظالمه حالا در کجاست؟ گویان من باز سخن او را بریدم. حالا در کجا بودنی او را نمی دانم، اما همین قدرش به من معلوم است که او چیزهای خانه پدرم را دزدیده به خانه خویشاوندان خود بردن گرفت. پدرم که بسیار مال دوست است به این کاری او طاقت کرده نتوانسته از وی جدا شد و او را از خانهش برآورده پیش کرد و من یگانه بانوی خانه شده ماندم. کارهای خانه را 2 خدمتگار زن می کند. من برای دستیاری خود ستاره را که می شناسید و در آن وقتها 9 ساله و بی پدر و مادر بود یافتم. من او را مانند خواهرم دوست می دارم. حالا یگانه محرمی رازی من و یاری دلنوازی من اوست. معلوم می شود که حالا زندگانیت به خوبی می گذرد؟ گفتم من با آهنگی سؤال. ظاهراً به خوبی، گفت در جواب و آهی کشیده دوام نمود. من عمری جوانی خود را، عمری را که در آن وقت جوانان عموماً و دختران خصوصاً از غلیانی خون و آرزوهای جوانی دیوانه برین می شوند، در زیر شکنجه مادری اوگی گذرانده دل مرده شده بودم. بعد از آن که خود بانوی خانه شدم، گاهی در دلم می گذشت که اکنون من به شوهر روم بد نمی شود، چون که پدرم پیر شده است و هیچ کس در دنیا ابدی زنده نمی ماند.
اگر من از آن شوهری موهومی فرزندان یا هیچ نباشد یگان فرزند یابم، بعد از سری پدرم تنها نمی مانم. این فکری من نه به خواهشی آرزوی جوانی، زیرا چنان که گفته گذشتم آن گونه خواهش های من کیها مرده بودند، بلکه برای تدبیری زندگانی آینده ام بود. در این صورت البته کی بودنی آن شوهر به من فرق نداشت. اما یک واقعه روی داد که به این خواهشی من هم راه ندادنی بختی سیاه خود را دانستم. دختری بیچاره یک خاموش مانده نفسش را راست گرفته باز دوام کرد. این واقعه به این طریقه روی داد. از خواجه اوبانی های شهری بخارا یک کسی 50 ساله هست که زنی او مرده بود. او مرا طلب کرده خواستگار فرستاد. من در پسی در ایستاده جوابی به خواستگار داده پدرم را شنیدم. پدرم در جوابی طلبی او گفت: من پیر شدم، فرزندی دیگر ندارم. این دختر یگانه فرزندی من است که سراوانی خانه مرا می کند. من او را به کسی می دهم که به من خانه داماد شود. خواستگار برای سراوانی خانه زن گرفتن را به پدرم مصلحت داد. پدرم از بدکرداری و دزدی زنانی سیبه بیوه شکایت ها کرده، اگر یگان دختری خردسالی چشم نکشاده مثلا 12 ساله می شد می گرفتم، گفت و علاوه کرد. در آن صورت هم دخترم را به شوهر داده از خانه دور کرده نمی توانستم. پدرم در آخر سخنش به خواستگار قطعی کرده گفت: شرطی یکمی من به داماد شونده قبول خانه دامادی است. دختر بعد از نقل سخنانی به خواستگار گفته پدرش دوام نموده گفت: البته آن داماد شونده که در شهر حولی دارد، دستگاه ایشانی و دیوان خانی دارد و فرزندانی بر کمال هم دارد، خانه دامادی را قبول نکرد. بعد از این واقعه به من معلوم شد که من از دنیا در تنهایی و بی کسی خواهم گذشت، زیرا از خواجه اوبانی ها کسی دیگری نیست که شهر را گذاشته به این بیابانی ریگزار آمده به در خانه پدری خسیسی اسکیتی من خانه داماد شده نشیند. دختری سیاه بختی ناکام سخنانی آخرینش را، خصوصا آن کلمه ها را که از دنیا در تنهایی و بی کسی گذاشتن خودش را افاده می کردند، در زیر باری غم و اندوه گران می گفت. بعد از تمامیت سخنش هم او به آفتابی مانند می نمود که در زیر ابری سیاه مانده باشد. اما بعد از فرصتی در چهره دختر آثاری شادمانی پیدا شد و تبسم کنان از نو گپ سر کرد. من در عمر خود یگان بار باشد هم نه تنها به نظر محبت، حتی به نظر عادی هم بروی مردی نگاه نکرده بودم، گفت دختر و ایضاح داد. زیرا چنان که در سرگذشت خود گفتم من دل مرده شده بودم و چنانچه مردم میگویند دووچه نشده غلونگ شده بودم. دختر قدری خاموش ماند و تابش شعله شادی در چهرهش زیادتر شدن گرفته دوام نمود. اما در این میان کاری شد که من به یک مرد محبت پیدا کردم. روزی کسی پیدا شد که به بعضی عادتهای عنعنوی خواجه اوبانی ها مقابل برآمد. من که قربانی عادتهای خاندانی خود بودم، در دلم نسبت به آن قهرمان یک محبت غایبانه بیدار شد
و آرزوی دیدنی او در دلم گذشت. من این آرزوی خود را از پس در و دیوار به جا آوردم و دیدم که آن مرد یک جوانی زیباست. محبتی من به او زیاده تر شد. بعد از آن کوشش کردم که او را از نزدیکتر بینم و آواز او را شنوم. خوشبختانه این آرزویم نه یک بار بلکه چندین بار به وقوع آمد و در هر باری که او را می دیدم محبتم نسبت به او از پیشتره زیادتر می شد. آخر رفته رفته این محبت به درجه‌ای رسید که وی را شاعران عشق می نامند و از دست سوز و گدازی وی چون مار گزیده می نالند. دختری ماه پیکر اندکی خاموش ماند. ظاهراً یادآوری پیدا شدن عشق اولینش دل او را به هیجان آورده بود که دو کف دست خود را از دو طرف به زیر بغلش برده به پهلوهای خود گذاشت و سخت مالش داده به سری صندوق سینه خود آورده به هم پیوند داد. بعد از آن کفهای دستانش را به پنجه هایش با هم پیچانده یک دو بار فشاری سخت داده به سخن خود دوام کرد. محبت، گفت او، به فهم من در دل هر جوان هست، اما وی مانند آبی پیش بسته در پس دمه افتیده آرام می ایستد. معلوم است که این گونه آب به طرف میل کند و راهی حرکت خود را یابد، اول کم کم جاری می شود و رفته رفته جریان او به درجه‌ای می رسد که کسی دوباره پیش وی را بسته نمی تواند و او همه بندها و مانعها را برداشته می پرتاید. همچنین محبتی من نیز به آن جوان اول یک میل عادی قلبی باشد هم کم کم و با دیدنهای پی در پی به درجه کمال رسید و رفته رفته به اندازه برداشته پرتافته توانستنی همه مانعها قوت گرفت. شما گفتار 45 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی.